این اسمش سوتیان ورزشیه. به این نمیگن لخ شدن. خواستم باش آشنا بشی. اگه این لخ شدن نیست و بی زحمت شورت ورزشی دم واسمون بپوش. چه رنگی بود کفشش؟ روش 60. سلام علیکم، چطوری؟ برای رضا اسپوکی هم خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. یه ویدئوی جدید و سمیه دیگه. بچه ویدئوی امروز چالش ترنات تو لف یا همون سعی کن نخندیه. اما یه نکته ریزی داره. من به هر ویدئویی که بخندم خانومم که پشت دوربینه سلام بده بچه‌ها. سلام بچه‌ها، چطوری؟ یه لوله اسفنجی دستش با اون میزنه تو سرم. یه خورده خیلی زورش زیاده فکر کنم. و اینکه اینجوریه دیگه. بچه لایک ویدیو رو همین الان بزنید دورتون بگردم. و اینکه گفتم دیگه هر وقت خندیدم دیگه دورت بگردم. خواستم ببینم کار میکنم. لایک ویدیو رو بزنید، کالم ساب کنید، ویدیو رو هم چی میگم زنگولم بزنید رول که ویدیو جدید من از دست ندید. لایک خیلی مهمه. بریم سراغ ادامه ویدیو. آماده ای؟ پسرم ساعت 10 شبه. خب نری بیرون سیگار بکشی، قلیون بکشی، تریاک بکشیش، مشروب بخوری، دختر بازی کنی. به والله که من شیرم و حلالت نمیکنم. خیلی بی‌ناموسی. نگرانی مادر بود. اوی ساعت 10 شبه نکننت. خیلی محکم میزنی ها. حواست باشه. این خورده حساب شخصیه. وقتی میگن تو جمع پسرها چه حرفایی گفته میشه؟ آقا من دیگه نباید بخندم، من ضربه مغزی میشه. دختره استوری گذاشته دلم یه دوست پسر خسته میخواد، از اونایی که دوراشو زده، اذیتاشو شده، اذیتاشو کرده، دنبال آرامش و یه رابطه بی‌حاشیه است. خب منو معرفی کن بهش، حتی کونامم دادم. آخه من چه کارم؟ احساس منو داره میزنه. ببین کمر همت و بسته ضربه مغزی کنه منو. فکر کنم مشکل جایی دیگه. نخندیدم خدایی، خندیدم دیگه باشه عشقم. آروم باش. صورت مواظب صورتت باش. ویدئوی بعدی. خب همین الان خندیدی. این چی دسته؟ یک کشف جدید کردم. در این یخا رو باز کن. چی مثلا؟ 2 تا صابون در میاریم میندازیم تو این یخا که قشنگ خنک بشه. خنک شه که چی بشه؟ بابا هوا گرمه میچسبه. چی؟ یه دست آیس جک. چه کار خوبی کردی اومدی یا 1 سال شده نیستی. وقتی خیلی وقت از رفیقت خبر نداری. بلش کن داداش اینا رو. تو چه خبر؟ چیکار می‌کنی؟ هیچ داش این رویا رو یادته؟ رویا رو مگه میشه نشناسم؟ یک شب با محمد اومده بود، حالم هم خیلی خراب بود. تنها رویایی بود که به واقعیت تبدیل کردم. چرا چی شد آجی؟ هیچ داش گرفتن زن. ابراهیم، علیه، نادیا جان، مجتبی، محمد، مهدی، ابوالفضل، یه دوری هم شلوار میپوشیدی. حسین، عباس جون. حاجی خب المپیک خونی تمام توانه گذاشتی. یه استراحتی به خودت شباب بخواب، بعد شباب بخواب، خیلی حال میده. ضربات تو چارچوب رونالدو 90%، حاجی 100%. بعضی موقع تو داروخانه یه قرص سردردی بگیرید، مثلا چشم به چرخان شاه با یه جنسای جدیدی آشنا شدید، به مشاور میرسید یا باید قطعش میکردی. من یه سوال دارم، او 8 نفر چجوری خواباندی به تولید 9 و 10 رسید؟ آجی خیلی بد میزنی. این میله آهنی نداشت. از موشک‌های اسرائیلی داره بدتر با من برخورد میکنه. بابا خندیدم بزن دیگه. زمان جواب نمید. ویدئوی بعدی. وای روزا چقدر خوشحالم بعد این همه چت کردن خودتو میبینم. همیشه لحظه شماری میکردم، 1 ماه منتظر این لحظه‌ام که خودتو ببینم. خوبی؟ چه خبر؟ چرا صحبت نمی کنی؟ نمیتونی صحبت کنی نه؟ آها
ببین من یه کاری دارم برم انجام بدم، برمیگردم دوباره پیشت. میرم میام دوباره. میرم میام. کاری نداری فعلا. میام. چیه تا فهمیدی لالم عشقم تموم شد؟ نه فقط بحث لال بودن و اینا نیست، تو قیافه هم نداری. سلام آقا محمد، یه کله پاچه به ما میدی؟ سرشو بذارم توش. سرشو بذاری تو چی؟ کله من بذارم. آره کله برام بذار. زبونم بزنم. زبون به چی زبون بزنی؟ زبون کله برات بذارم. آره زبون برام بذار. زبونم بذار. آبش لبخندم ساده دیگه. لبخندم اصلا خودش نوعی خنده اصلا پایین نمیشه مجازات رفت. لبخندم نوعی خنده است دیگه. من بریزم روش. خنده یبوش. آبشو بریز رو سینا. میخوای کله پاچه بدی یا میخوای ما رو بکن؟ دونه به چرت چاق و کیلو 15 تومن. آقا هندونش خوبه؟ عالی در شهر یک برو. چرا سمسه؟ این رسیده کاکو رسیده. تو که چک داره. بابا رسیده چک داره دیگه. اما چی کار میکنی؟ یا کبودمون کردی. میخوام انتخاب کنم. چی رو انتخاب بکنم؟ کجا میفهمی تو؟ خب باید صدای تنبک بده. باید توش خالی باشه. والا به هیچ یعنی برده به خوبه بابا. برده به بابا گفت به شهر تو. شهر تو چاقو. چاقوش بدن. چی کار میکنی؟ بیا همین توش سر خواه. امشب همسرم میخواد از مأموریت بعد 3 روز بیاد. این چه خالیه دیگه. میخوام یه میکاپ خوشگل بکنین تا آقامون رو سورپرایز کنم. عزیزم حالا چطوری با همسرتون آشنا شدین؟ تو کارخونه پدرم که میرفتم اونجا یکی از کارگرا از من خوشش اومد، پدرم خواستگاریم کرد. پس پدرتون قبول کردن؟ نه بابا اولش که قبول نمیکرد، بعدن راضی شد گفت بذار بیان. این تریاکی که اینجا چسبیده بود فکر کنم این آرایشگره دو درش کرد. انگشت 60 بعد 3 سال. بابا خدا لعنتتون کنه، اینا چیه میسازید؟ انگشت 60 بعد 3 ساعت شنا؟ خیلی محکم میزنی. عزیزم من دارم میمیرم، بگو توی این 30 سال زندگی مشترک که حالا شده به من خیانت کنی؟ راستشو بخوای آره 3 بار بهت خیانت کردم. یادت اون موقع قسط خونمون رو نمیتونستیم بدیم و بانک میخواست خونمون رو بگیره؟ اگه یادت باشه شب از خونه رفتم بیرون و صبح بانک زنگ زد گفت وامتون تصفیه شده. اون دفعه اول بود. اشکال نداره عزیزم، تو خونمون رو نجات دادی، من میبخشمت. دومیش چی بود؟ یادت اون موقع پسرمون مریض شده بود و پول عملش رو نداشتیم؟ اگه یادت باشه شب از خونه رفتم بیرون و صبح دکتر زنگ زد گفت رایگان عملش میکنه. این بار دوم بود. اینم اشکال نداره عزیزم، تو جون پسرمون رو نجات دادی، میبخشمت. سومیش چی بود؟ یادت فوتبال بازی میکردی و میگفتی دوست داری همه 100,000 نفر ورزشگاه تشویقت کنن؟ ویدیو بعدی با اون بازی نکن. عروسی توی محلات. میگه کجا سرتو مثل گاو انداختی پایین داری میری؟ میخوام برم عروسی. بابا فوش داد. نه میگه طایفه دومادی یا عروس؟ هیچ کدوم. نه چی میگه؟ پس اومدی اینجا چون بدی؟ به همین شیر پاک مادرم قسم میخورم که ما نه کلاهبرداریم و نه اینجور پولا خوردمون میشه. نه همون قسمی که خوردی کاملا مشخص آدم کلاهبرداری هستی. نه تو این سن و سال اندازه باک تیبایی شیر داد. لبنیاتی بزن. ای بابا عجب منو ول میکردی رفتی عزیزیم. ای بابا تسلیت میگم. سلامت باشه عزیزیم. کی دونن؟ ایشون بابا دونن. این ببخشید بابا من. می بابا تو هنوز اینجا خاکم؟ نه بابا من صبح تا ظهر اینجا خاکست، بعد از ظهر هم بریمش باقر ماست.
دوستان این اسمش سوتین ورزشیه، به این نمیگن لخ شدن. خواستم باش آشنا بشی. اگه این لخ شدن نیست و بی زحمت شورت ورزشیدم واسمون بپوشه. من احساس میکنم خوشت اومده. خوش اومده ازش؟ نه. این چالش ها رو دوست دارم. آب بخور آروم شی. چالش های سنگین تر بذاری سبا آجوری. ویدئوی بعد بارک باش بهتی خوشحالی چی شده؟ داداش هفته دیگه عروسیمه. به به سلامتی. بالاخره با دوست دخترت ازدواج کردی؟ نه داداش فهمیدم دوست دخترم قبل من با یکی دیگه دوست بوده، غیرتم اجازه نداد بگیرمش، رفتم دختر اکرم خانمو گرفتم چون من دختر آفتاب مهتاب ندیده میخوام. مهسا رو میگی؟ همون که کوچه بالایی میشینه؟ آره خودشه. یعنی الان عقد کردین تموم شد؟ عقد کردیم 500 تام سکه مهرش کردم. ای بابا گفتم چرا از صبح حال علی خرابه؟ علی چرا؟ چی؟ یه 2 ماه با مهسا خانم دوست بوده. چی؟ بعد به دلت راه نده، تو 2 ماه که اتفاقی نمیافته. ولی به جاش دختر کم خرجیه. با محمد که بود همش میرفتن جای خلوت چادر میزدن، اصلا دنبال کافه و رستوران رفتن نبود. چادر میزدن؟ اینا مهم نی، مهم اینه که دستپختش عالیه. مگه دستپختشو خوردی؟ من که نه بابا، عباس خورده. هر سری که میرفته خونه عباسینا و براش غذای خوشمزه درست میکرده. خونه عباس هم رفته؟ ولی عوضش خوش مسافرته. چند باری که با رضا و امیر ستایی رفتن شمال خیلی به بچه‌ها خوش گذشته. ستایی شمال؟ احمده چطوری احمد؟ نیستم داداش، نمیدونم کدوم پوفیوزی رفته مهسا رو گرفته، حال کل محل لاغونه. من اسمشو تتو کرده بودم. میگم دوست دختر خودتو میگرفتی بهتر نبود؟ سلام عرفان، خوب؟ فدات شم، مرسی، ممنون. اگر میشه فقط جوراباتو در بیار عزیزم. واه چرا؟ بیرون اومدی کثیفه، اصلا بذار تو هوا بخوره. هر خونه یه قانونی داره، تو خونه ما اصلا جوراب ممنوعه واقعیتش. راحت باش. باشه. اوکی. خوب شد؟ کثافت آقا یکی منو نجات بده. یه دونه من دیگه حرفی ندارم. ویدئوی بعدی برو تو 1 2 3 شد. مرسی. نکنید تو رو خدا سالار قلقلکیه. عشقم قربونت برم، من اون مرخصی گرفتم. کجایی؟ ای قربونت برم، من آخه فدات بشم. قربونت برم آخه مثل ماهیت از ساده فرار میکنی. انگار بازیت گرفته امروز. بذارم نهار چی گذاشتی؟ سلام عشقم، کی اومدی خونه من نفهمیدم. عشقم این کیه اینجا خوابیده؟ مامانمه، برقا رفته اومده خونه ما. ای به نخته مشی صبح اینستا باعث با یه قد جنبه زاکر به توف بودی دایی. بابا تو توچی نیستی اصلا. چرا هر وقت دلت میخوام میزنی منو؟ من اصلا نخندیدم. من تو کل زندگی یکی منو نجات بده. من تو کل زندگی 20 دقیقه فرصت دارم. با اون بازی نکن. لبخند زن. وقتی خونتون کنار مدرسه باشه. جمشید آرومتر بچه ها رو هل نده. جمشید مراقب باش. کتاب یاشا رو پس بده. جمشید دستشوی بستی. دقیقا همینه. بیا بیرون. جمشید اینقدر نچسب به اشکام، فاصله بگی. جمشید با تو هم. جمشید مادر جن بشین سر جا دیگه میخوایم بخوابیم. ای به امیدی آقا با این 200 تومن چه به من میده؟ بده اینو بجی میدم نوتلا میدم اینو میدم اینم 30 تومن. همین؟ نه عزیزم بیا یه دستم چونامو بذار.
چه مرگت خوب تو چرا یهو خام؟ الو سلام آقا جون خوبه؟ سری حرف تو بزن کار دارم. آقا جون میگم من این ماشین سوار شدم اومدم بیرون نمیدونم یهو خاموش شده نمیدونم چیکار باس بکنم. تو که بلد نیستی یه ماشین روشن کنی پس گو میخوری سوار ماشین میشی. اصلا من اشتباه کردم به شما زنگ زدم کاری نداری آقا جون. ریده تو ماشین دیگه برام من قهرم میکنه. الان بهم میگین چیکار کنم یا نه؟ خیلی خوب گوش کن. برو کنار موتور ماشین یه سیخ مانندی هست درش بیار. درش آوردم. خب ببین الان چربه یا نه؟ آره چربه. چربه قشنگ چربه. خب حالا همینو بکن تو کونه. دوربین داشت. چرا ویدیو تموم نمیشه بچه؟ نه وقتی رفیقت خواننده است به خدا سردرد گرفتم. بابا تموم شد دیگه. ولی خوبیش اینه اسپیکر گوشیتون تمیز شد. این با صدای زیاد خندیدی. سلام سلامت باش کاکا. تا سایز من داری؟ نه کاکا نداری. شلوار چطور؟ نه مغازه پایین‌ترم هست میخوای برو اونجا سایز شاید داشته باشه. حداقل کف سایزم داری؟ نه کاکا میگم خونه دارم. بچه همین ما تیشرت سایز بندی داشتیم سایز چرا گفتی نه؟ من بعد یه اون کاسه معلومه که چه خری که چه خر نیست. دست خوش ای والا کاسب شده کاکا دست خوش. دم دیگه هم از راهنمای مغازه ولی سایزم داشت. ما دور کاسه بودی کسکش. چرا آماده شدی؟ خیز برداشتی چی کار داری میکنی؟ چرا؟ بیا یه قولی بدیم من خندیدم بزن ببین اونو بذار بعد از ویدیو. برچ داره تهدید میکنه منو. من دیگه نمیخندم ویدیو تموم شه. سلولای مغزم جا به جا شد. میترسونه منو پشت دوربین اینجوری میگه میزنم. من خوشگل‌ترین دختره این استانم. مطمئناً تو به من حسادت میکنی. خب دیگه چه اسکلای پیدا میشه. اسکل رو پال هوایی برو دیگه. A few moments later. بیا پایین. من الان چجوری اینجا برم گازگه؟ سلام دارو بدون نسخه. یه ضد عفونی دست داری؟ بله داریم. داداش دمت گرم دستاتو ضد عفونی کن بی زحمت. یه دونه کاندوم به من بده. مگه من میخوام برات نصبش کنم؟ مرد مجبور نیست به من گل بده. یه مرد مجبور نیست به من گل بده ولی میتونه اگه بخواد. خب منم کسی انتخاب میکنم که بخواد. یه مرد مجبور نیست منو به دیت رمانتیک ببره ولی میتونه اگه بخواد. منم کسی انتخاب میکنم که بخواد. یه دختر مجبور نیست مغزمون رو بگاد ولی میگاد. ما هم کسی رو انتخاب میکنیم که نگاد. دهن همتونم میگاد. اون مملکت انقدر ول شده من فکر کنم اینا رفتن به ما نگفتن. دوربین به هم ریخ همه چیزش. من بعد این ویدیو دیگه چالش با مجازات نمیگیرم. خیالتون رو راحت کنم.
یزی دفعه بعد اصلا آجر نباشه من نمیرم. میدونی بعدی تموم شید تو رو خدا. عروس خانم آیا پذیرا میشوی؟ آیا پذیرا میشوم از دل جان های. بله پذیرا میشوه های. پذیرا میشوه های. عروسی رو نگه داری کردایی. های های. سجاد نرو داشتم تو رو تیکه پاره خواهی کرده های. برو کردایی. بهش میگه برو کرداه. این چوب بود دستش، چرا صدا شمشیر اومد؟ او رو کشته خواهی آورد، برای من خواهی آورد. اونا خواهم کرده. اونو خواهم کرده. های های دمت گرم. کرداهش کن که دیگه از خواب پا میشم از این کلیپا نبینم. های های. خانم من خیلی وقت مردم اینجا تو برزخم، میشه منو بفرستید بهش؟ بله فقط باید قبلش چند تا سوال ازتون بپرسم. بفرمایید. شما روی زمین نماز میخوندی؟ خیر. زکات میدادی؟ خیر. روزه میگرفتی؟ خیر. خمس میدادی؟ خیر. قرآن میخوندی؟ خیر. پس شما باید برید جهنم، در سمت چپه. خب بذارید منم یه چند تا از شما سوال بپرسم. بفرمایید. من از خدا پول خواستم بهم داد؟ خیر. ماشین مدل بالا بهم داد؟ خیر. ویلا بهم داد؟ خیر. لنگ 100 میلیون تومان پول بودم 2 ماه گفتم بهم بده داد؟ خیر. قیافه بهم داد؟ خیر. خیر خیر این به اون در منطقیه. بفرمایید بهشت. ممنونم. موز یا گرگی بگیر. بهترین روش عقیم کردن. هولوش 200 تومن تا 300 تومنه با یه نخ سیگار. خیلی ترتمیز. اینو روشن بکنن. دو بار 3 بار که اینو اینطوری 2 بار 3 بار که اینطوری بکنید دیگه عقیم سازی انجام میشه. ببین داداش امشب بساط مشروب خوری داریم. خب ببین خانومت که اومد محکم وای میسی میگی من با دوستان امشب چی باید برم باغ. اوکی اومد دیگه خودت حواست باشه. نه دمت گرم امشب از سیامیلا. آره الان ببین. سلام. دوستام گوه میخورم. مطمئنم یکی ترکیب و هیچ از تستش نکرده. ترکیب کوبیده به همراه عسل یا خیلی خوشمزه میشه یا میرم بیمارستان. بریم که تستش کنیم. میگم اون دوتا کوبیده ای که رو پیشونی دست و این دفعه با خربازه بخور. زهر ما. پیرزن خارجی. شوگر کیا میخواستن اینجوری چیزیه همچین چیزیه. پیرزن ایرانی. بابا یه دونه بزن. اصلا مطلب ادا نمیشیم. اوسه خوندم که ببین من چالیم این تموم میشه. ولی اصلا باز دست منه. ویدئوی بعدی رضا نخواه. عجب حیوانی هستی با بگی جلوم 20 صابو بگی منی درد باری که سرم اومده. حالا شاید من روم نشه بیام مخ تو بزنم. تو چرا یه استارتی نمیزنی؟ به خاطر اینکه به خاطر تهدید بود میگم دیگه. ویدئوی بعد بهترین وزنه بردار دنیا. بخن
اومدی من دوره چی شد بگردم دیگه کفشش رنگی بود. کفشش رنگی بود. خجالت نمیکشی؟ برو 2 رکعت نماز بخون. توف. چه رنگی بود کفشش؟ برگرد عقب. من که میدونم این قسمت رو میخوای 10 بار ببینی، ولی حداقل شرافتا بگو رنگی کفشش چی بود تو کامنت ها. یا گوشید زنگ نخورد سانلایتش کن. چیکارش کنم؟ سانلایتش کن. سانلایت. حالا درست گو سایلنتش کن، ولی تو مسواکی بزن. چی گفت؟ مسواک؟ اصلا من به خندت کاری ندارم، به دندوناتم که مثل آجر بدون ملات چیدی رو همده اینم کاری ندارم. از تو دماغتم که چختنهای سرت معلومه، به اینم کاری ندارم. تو گوشات کو؟ یزید گوشای اونو بی خیال. من اصلا با هیچ کی کار ندارم. یه ابروت تا اینجا اومده داداش، اونو یه عرس بکنه. آقا اون خورشید رو نگاه کن. خب نگاه کردی؟ ببین وزیر نیرو و اداره برق اگه دستشون به اون خورشید میرسید ما الان روزی 4 ساعت شب داشتیم. حق بود خداییش. حق پرومکس. وضعیت سوالایی که از چت جی پی تی میپرسم. چگونه با 50,000 تومان در 1 ماه 1 میلیارد تومان سود کنیم؟ کهنسالان اونا، کهنسالای ما. دمشکم میگم دستکش زنونه هم داریم؟ بله. چه سایزی؟ سایز نمیدونم. اندازه دست من هست؟ آره همین قد دقیقاً. اوکی میام براشون بیارم. چیز دیگه ای نمیخوام. چیز دیگه ای نه. این مطمئنی چی نمیخواد؟ نه. علی شانس آخرت به خود این دفعه. داداش خود چیزی نمیخواد. مطمئن؟ فهمیدم. شورت. دوستم داداش تو چطوری انقدر عمو عمه داری؟ خدا لعنتتون کنه. من دیگه سردرد گرفتم. چند سانت باشه نیاز به عمل جراحی داره؟ اگه حالت آقایون زیر 7 سانت باشه نیاز به جراحی داره. سایز استاندارد حالت آقایون در حالت نوز 11 الی 15 سانته. وقتی که خوابن 3 الی 5 بار نوز اتوماتیک دارن که هر کدوم 15 الی 30 دقیقه طول میکشه. در ضمن اندازه آلت آقایون در حالت عادی 7 الی 10 سانتی متره. خانم اطلاعاتی که شما از آلت تناسلی مرداداری من از خانواده‌ام ندارم. تبریک میگم. این نشونه سالها تحقیق و تجربه است. تمام شما گرم. فقط این که تو خواب چند بار اینو از کجا میدونید؟ چون اینو من خودم نمیدونم. جدی من اینو نمیدونم. اولین بار از دهن شما شنیدم. با اینکه من خودم هم کننده اون هستم ولی همونتون گرم. ملت عجیبی داریم. دیروز 60 میلیون رفتیم دادیم یه سگی برای نگهبانی باغ. دیروز سالا 3 نفر شدیم نگهبانی میدیم تا سگ ندوزنش. عشقم هوا خیلی خوب شده. در روز داریم روابط در سال 1403. چیش در روز داداشات نمیگن کجا هستی. احمق داداشای من خودشون اوپن مایندن دارن میان با همون این جهان سوم بازی‌ها رو در همین قلیونو میکنن تو نمیخوام وظیفه بلندش گور. روابط در سال 1360. نگاه کن گوش کن بچه خرتی من و تو الان 1 ساعت با همیم. اگر تو فردا صبح من گرفتی که گرفتی، اگر نگرفتی هفتای کاکا میذارن تو. این ماشینی که میبینی پراید زده مردم غزه پیروزند و اسرائیل نابود است و فلاینا، 1 ماه یه مسیری میرفته و میومده با این پوشش. هر بارم یه پرچم اضافه میکرده فلسطین. مامورا میدوننش گفتن دمشقی هم خدا وکیلی نگاه کن عجب آدمی. یه بار میگن آقا بیا بغل یه تقدیر و تشکری ازت کنیم، دست در نکنه که اینجوری رو آرمان هات وایسادیم. بهش میگم بیا بغل یه خورده هول میشه. بعد مامورام مشکوک میشن و اینا ماشینشو میگردن میبینن لاشی یه ماه داره با پوشش مواد جابجا میکنه. پشما دهانت را گاهیدم.
بزن. چند تا دیگه میخواد؟ خب بچه ها، این هم از ویدیوی امروز. آقا نه استخون مون برمون نه جمجمه مون. خبر خوب اینه که رفت نمیدونم چی کار کنه نیست. و اینکه بچه دمتون گرمه. من که خبر بد این که اومد و این که اختتامیش لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه بچه. خدافظ. و بچه هرچی بیشتر ببینید بیشتر کتک ویدیوهای رو صفحه رو ببینید و لایک ویدیو رو بزنید. دمتون گرمه. مراقب خودتون باشید تا ویدیوی بعدی. خدافظ.